شب پنجم به ششم ماه سال روان در نتیجه باران‌های پرشدت سطح آب در رودخانه‌های قرطاق، شیرکند، کانال‌های خواجه نخچیران، زرکمر و ملاشادی بالا رفته باعث آمدن سیل شد. سیل در دهه امدانی جماعت دهات به نام تویچیف شهر ترسونزاده 75 قطعه نزد اولگی ساکنان را خراب کرد. همچنین باران‌های پرشدت سبب ریزش سیل از تپه‌های اطراف دهه فیضبخش جماعت دهات 10 سالگی استقلال شده است. این حادثه به زیر آب ماندن 237 خانواده تهدید می‌کند. برای برطرف کردن پیامدهای آفت طبیعی، قوه‌ها و واسطه‌های کمیسیای حالت‌های فوق‌العاده شهر ترسونزاده جلب شدند. برای تازه کردن تاخانه‌ها و قطعه‌های زمین از سیلاب و لایقه کارها در جریانند. همزمان کمیسیه ضرر رسیده را حساب می‌کند. برای پیشگیری از پیامدهای آمدن سیل به جای حادثه گروه فوری با سروری معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده ابراهیم زاده و کمیسیه شهری کمیته حالت‌های فوق‌العاده سفربر شدند. اهالی موقتا به جای امن انتقال داده شد. این حادثه تلفات جانی نداشت. غیر از این ششم ماه سال 2022 تخمین ساعت 9:45 دقیقه با وقت محلی سیل عظیم 25 قطعه نزد اولگی را در دهه آبشاران جماعت دهات چاریکاران، 4 قطعه نزد اولگی را در دهه اسمبای و خواجه بلبلان نویه رودکی زیر آب و لایقه کرد. دیوار یک خانه استقامتی را ویران و 450 متر راه بین دهه ها را خراب نمود. در عین زمان پیامدهای آفت برطرف کرده می شوند. بنا به معلومات پیشکی در قلمرو شهر پنجکند ولایت سوخت روز 5 ماه سال 2022 ساعت 16:30 دقیقه سیل در دهه نورستان جماعت دهات چنار سببگار هلاکت 15 سر چاروای کلان ساکنان رستا شده است. در نویه دوشتیج ولایت سوخت باران‌های پرشدت و سیل عظیم به پولی که از طریق جماعت دهات غزنترک می‌گذرد ضرر رسانیدند. اینچنین 19 کیلومتر قبور آبگذری دهنسای نیز زیر خطر مانده است. برای برطرف نمودن پیامدهای آفت طبیعی، قوه و واسطه‌های سیستم یگانه دولتی پیشگیری و برطرف سازی حالت‌های فوق‌العاده در نویه دوشتیج جلب شده است. 5 ماه سال 2022 نزدیک به ساعت 17:10 دقیقه در نتیجه باران‌های پرشدت در قلمرو محله تیمور ملک و نوبنیاد جماعت دهات خلمت و نویه باباجان غفور و ولایت سوخت به قطعه‌های نزد اولگی ساکنان قسماً ضرر رسانید. این ضرر از جانب کمیسیه حالت‌های فوق‌العاده حساب می‌شود. 6 ماه سال 2022 ساعت 9:00 دقیقه در جماعت دهات سیمیگنج، جوینگران و رامیت شهر وحدت بر اثر بارش‌ها سطح آب دریاها از معیار زیاد شده خطر زیر آب ماندن راه‌های ماشینگرد وحدت، جوینگران رامیت شد. در نتیجه این حدود 1 کیلومتر راه ماشینگرد از لایابه و سنگورک پر شد. ساعت 9:50 دقیقه با وقت محلی با یاری کارمندان شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده در شهر وحدت خدمات راه پیامدهای این حادثه برطرف شد و حرکت ماشین‌ها قسماً از سر گرفته شد. بنا به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان هوای نااستوار سیربارش تا آخر هفته در قلمرو کشور باقی میماند. یادآور میشویم که در حالت رخ دادن حالت‌های فوق‌العاده شهروندان میتوانند به تأخیر و فوری با رقم 112 و یا به قسم نوبت‌داری به شماره‌های 93 880 28 19 223 13 11 مراجعت نمایند.